خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از سری بازیایی که شما ساختین. تو این سری ما بازیایی که شما ساختین، در حال ساختش هستین یا دوستاتون ساختن رو بازی میکنیم و به دیگران هم معرفیشون میکنید. این قسمت میخوام برم سراغ یه بازی موبایل به اسم نازکدل از تیتانو گیمز. یه بازی داستان محور روانشناختی هستش. یه روز دیگه، شایدم شبه. بیخیال، بهتر برم لباسمو عوض کنم. حسابی خیس شدم. تو نگاه اول بازی یه تم سیاه و سفید و خاکستری داره که فکر میکنم بازی هم تو موضوع افسردگی این چیزا باشه که وقتی به افسردگی فکر میکنیم این دقیقا فضاییه که به ذهنمون میاد. اتاق خیلی کوچیک هستش که یه ذره راه رفتن توش رو سخت میکنه. خب لباسمون رو عوض میخوام برم کردیم. کتاب خونه. شاید کتابی که میخواستم آورده باشم. بریم کتاب. فضای بیرون هم یه فضای مه‌آلود و بارونیه، تیپیکال یه محیط افسرده. خب کتاب خونه. این بالا نویگیتش گذاشته، اینجاست فکر کنم کتابخونه. علامتی نداشته واسش. اینجا نیست چون که باز نمیشه. بریم از پشت نگاه کنیم. سلام، دوباره اومدی؟ قبل آوردن کتابت میشه کمک کنی برگای امتحانی دخترمو تصحیح کنم؟ خیلی سرم شلوغه. گزینه‌های اشتباه رو علامت بزن. خب
خیلی خوب، اینم کتابت. ممنون که کمکم کردی. خورشید خدا تا شب نگهدار. میتابم بود. خدا نگهدار. اون سمت خیابون یه خانه سالمندانه. نمیدونم چرا ولی دوست دارم برم یه سر بزنم. شاید حالم عوض شد. فکر نکنم با رفتن به خونه سالمندان حالا آدم عوض بشه. بریم. ای وای، سوار اتوبوس شد. اینجاست؟ شبیه گاراژه. اینجاست من. سلام، خوش اومدید. بذارید راهنماییتون کنم داخل. سلام، ممنونم. چی؟ برو خونه زود. چرا کسی نیست؟ دوباره نه. فکر میکنم داره حمله عصبی بهش دست میده. نمیتونیم من بدویم. خونمون کجا بود؟ اومدیم کتابخونه. چرا این بار؟ چرا دوباره؟ لعنت بهش. بهتره برگردم خونه. اینه خونم. وقتشه بخوابی. باید برگردی به جایی که یه بار ازش فرار کردی. شاید جواب همونجا باشه. حالا چشاتو آروم ببند. نترس. این فقط یه شروعه. انگار این کوچه ها رو میشناسم، اما چرا انقدر غریبه؟ اینجا بیا دنبالم. صداش، این صدا رو سالهاست نشنیدم. زود باش، اگه دیر برسی من دیگه نمیام. سب کن. میتونی صبر کن. پیدام کنی؟ به اندازه کافی سریع هستی؟ داری کجا میری؟ تو همیشه آروم میای. من دوست داشتم بدوی. سب کن. دختر وایستا. بهت گفتم سب کن، خواهش میکنم. وایستا، نمیتونم بهت برسم. کمکم کن. نمیخوام نه، تنها
بمونم بابا. همه چیز برای تو، فقط یه توهم. معنا رو تو خودت پیدا کن. حتی اگه همه دنیا خاموش باشه، این شمع کوچیک توی قلبت میتونه همه رو روشن کنه. یه جعبه موسیقی. این لالایی رو براش میخوندم تا بخوابه. یادش با من بوده. یه قاب عکس خالی. آینه یه ترک خورده. این به درد نخور دیگه کیه؟ منم. یه ساعت شکسته. واسه چی اینجایی؟ کی گفته حق داری برگردی؟ وقتی تاریکی به حد آخر خودش میرسه، زمانیه که باید باهاش روبرو بشی. نازک دل، ارائه از کیا تیتانو. بازی ادامه داره. بازی جالبی بود. دارم فکر میکنم در مورد داستان بازی بیشتر از المان‌های استوری استفاده کرده بود. دارم دنبال معنی هر کدومش رو میگردم، ولی اول اگر از فضای بازی بخوام صحبت کنیم، همون تو نگاه اول یه فضای سیاه‌سفید و خاکستری داشت که اون محیط افسردگی رو بهت القا میکرد. فضای مه‌آلود، بارونی، و بعد خونه‌ای هم که توش زندگی میکرد خونه تنگ با درهای تو در توی داشت که شاید میخواست اون حس تنگی رو تو مخاطب ایجاد کنه. و اگر بخوایم در مورد داستان بازی صحبت کنیم، مردمون به نظر میسه دخترش رو از دست داده و مدت طولانیه که سوگوار اونه و در مرحله افسردگی از 5 مرحله سوگواری قرار داره و هنوز نتونسته بپذیرتش و ما داریم قدم ها رو به سمت پذیرفتن اون سوگ برمیداریم توی این بازی کوتاه. اولین کاری هم که انجام میریم سراغ کتاب که کتاب همیشه استعاره از پیدا کردن جوابی واسه سوالاته. طرف داره قدم برمیداره در راستای رسیدن به جوابی برای خارج شدن از این منجلاب افسردگی. ولی وقتی میرسیم اونجا باید یه برگه امتحانی رو حل کنیم. بعد میخواد اینو نشون بده که فرد داره خودش رو قضاوت میکنه که آیا کار درست که دارم اصلا انجام میدم که میخوام قدمی رو به جلو بردارم، میخوام خودم رو از این شرایط افسردگی نجات بدم. شما وقتی فردی رو از دست میدید، اجازه این که قدمی در راستای بهبود خودتون بردارید شاید بهت عذاب وجدان رو بده که نکنه من دارم این عزیزم رو فراموش میکنم. بعد کتاب رو میگیریم و میخوایم بریم خونه سالمندان یهو که حالمون بهتر بشه
وقتی وارد اون خونه سالمندان عجیب غریب میشیم، همه تخت‌ها خالی هم که همین هم باعث حمله عصبی فرد میشه. شاید دلیلش اینه که فرد یه آینده‌ای که توش کاملا تنهاست رو پیش رو خودش میبینه و همینم باعث حمله عصبیش میشه. وقتی که بهش پنیک اتک دست میده، میره به سمت خونه و اونجا یه صدایی بهمون میگه که باید بخوابی و با یه واقعیتی که مدتیه باهاش روبرو نشی دوباره روبرو بشی. یکی از کارهایی که توی تراپی انجام میدن شما رو با تروماهایی که گذروندین روبرو میکنن. اینجا فکر کنم همون کارو داره انجام میده، چون که تو خوابش توی دالانهای تو در تو دنبال دخترش میگرده و آخرش با این حقیقت روبرو میشه که دخترش رو از دست داده. وقتی از اون فضا خارج میشه، میره سراغ لمس اشیایی که احتمالا یادآور خاطراتش هستش، مثل اون جعبه موزیکال، یه قاب عکس خالی، یه آینه شکسته فکر کنم. احتمالا هر کدومشون یه معنی داره. جعبه موزیکال یه چیزیه که توی فیلم ها اکثر دختر کوچولوها دارن و بعد از مرور این خاطرات یه دری باز میشه به سمت یه محیط نورانی. اونجا یک فردی میگه که فکر کنم خودش هستش که تو لیاقت نداری هنوز برگردی به خود قبلی که بودی. اینم میگه که اوکی، یه تاریخ ترین نقاط هستش که ما به سمت نور، کوچکترین نورها میریم. یعنی داره فرد قدم هایی رو به سمت پذیرش این سوگواری برمیداره. حتی اینا برداشته منه، شاید دارم چرت و پرت میگم، ولی نظراتتون رو حتما بهم بگید. حالا بازی ادامه داره، احتمالاً تو ادامه شخصیت پردازی های بیشتری خواهیم داشت. به نظر من بازی قشنگی بود، اینکه درمانش کم بود ولی جالب بود برام و اینکه دوبلم داشت، اونم در نوع خودش واسم جالب بود. حتما نظراتتون رو بهم بگید. لینک اطلاعات بازی، سازنده، همه چیز رو من تو دیسکریپشن قرار میدم. دوباره میگم شما هم اگر بازی در حال ساختش هستین که در فاز دمو یا بازی ساختین یا دوستاتون بازی ساختن، حتما لینکش رو از طریق اینستاگرام واسه من بفرستید. و همچنین ما یه گروه تلگرامی داریم که اونجا کسایی که به بازی سازی علاقه دارن، تفاوتی نداره، برنامه نویسن، آرتیستن، نویسندن، آهنگسازن، همه دور هم جمع شدیم که بتونیم سوالاتمون رو بپرسیم. مرسی از همه شما، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.